سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. آقا امروز براتون دوتا اتچمنت آوردم. دوتا از اتچمنت های به نظر کنم بهترین اتچمنت ها M13 و دیل. خب اصلا خیلی بد میزنن. M13 اصلا مخصوصا داخل این سیزن، احتمال زیاد سیزن بعد هم همینجوری باشه. باز برای سیزن بعد ویدیوی اتچمنت داریم، بریم فعلا M13 رو مشاهده کنیم. دیدین اصلا زیر کسری از ثانیه رنده میکنه. هیفایرش عالیه، رنجش عالیه. این پرکایی که هم که من گذاشتم، یه پرکایی هستش که خیلی ایزی به دست میاد، یعنی همون اول کار دستتون میاد. خب این از M13. الان میریم رنج میزنیم براتون. اینم رنج، اصلا رنجش خدا، اصلا همه چیش عالیه. اینم از رنج و جر میده، اصلا همه چیش عالیه. اینم از دیل. خب بعد از این اتچمنت خوششون نمیاد، از این اتچمنت دیل، چون که فلش بنگه. خب ولی خوبه، فلش بنگم کار را بندازه، به نظر خودم خوبه. خب هیفایرش خوبه، اصلا همه چیش خوبه. M13 هم که مشاهده کردین، اصلا عالی. اینم از دوتا اتچمنت ها، این برای M13، اینم برای دیله. تا ویدیو بعدی، بای بای.